میگویند کسی از نسب بلند رویده است به ابتدای خود زیاد می اندیشد و همزمان احساس می نماید که گذشته نیز با او به اعتبار نیست. با روشنی همین چراغ رابطه در صحنه زندگی قدم می زند چهره نوبتی برنامه ما. امروز این گام ها استوارند در عوض عمر گذشته و سبقهای چیده دیگر، و اما هنوزم با تاره های سپید انجام شده در مایه ها، با یک کمی خم شدن قد برنا، باز هم با رنج و مشقت و خودفرسایی بی‌مثل در خدمت ادبیات کمر همت بسته که حرف و هجای بعدی نیز در تفسیر کار و پیکار این چهره درخشان ادبیات دوران استقلال است. شریف بیگ عزیزی، ادیب، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان. شریف بیگ عزیزی اپریل سال 1955 به دنیا آمده در دهه صغیردشت ناحیه دروازه ولایت مختار کوهستانی بدخشان. بعد ختم مکتب میانه رقم 2 زادبوم و فاکولته حقوق‌شناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان، حالا دانشگاه ملی تاجیکستان، از ماه ینوار سال 1982 تا ایون سال 2010 در مقامات میلیتسیا کشور ایفای وظیفه نموده است. مایور مستعفی میلیتسیا می باشد و خیلی دیر به ادبیات آمد و اما قدمش نیک و قلمش سبز و سیراب و مستی تپش اعتراف شد همزمان و اینک آثاری تألیف کرده: درخش الماس، پاریکاب، پرواز، سنگچرخ، با نوای باران و اثرهای منتخب در 10 جلد. شریف بیگ عزیزی برای فعالیت پرمضمون و با ثمر، گذاشتن سهم ارزنده در حیات جمعیتی، ایجاد نمودن اثرهای بلند مضمون ادبی و برای سهم شایان بابت تربیت جوانان در روحیه وطندوستی، خویشتن‌شناسی و خودآگاهی با افتخار و سپاسنامه‌های زیاد سرفراز گردیده. مردی غیور و صبور و متین و توانا، رفیق شفیق و مهربان و شیدا، پدر غمخوار و سختگیر و دیده درا، بابا جان قصه‌گوی دلنواز و دلکشا. عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان، نویسنده شریف بیگ عزیزی. زندگی چگونه پشت سر شد؟ آنگونه‌ای که در ایام کودکی آرزو می‌کردید، در ایام جوانی تلاش می‌کردید، یا آنگونه‌ای که از صفحه‌های کتاب‌ها خوانده بودید و آرزو داشتید که همین گونه زندگی داشته باشید، و یا هرچی که از تقدیر پیش آمد؟ میگویم که هرچی از تقدیر هست و برای همین تقدیر هم تلاش کردن در کار. تا همون آسیا خودش دور نزند، خیلی همون ارد رو نمیپرتوید که گندم ممکن میستد. با همه نیک و بدش زندگی رو شکر گفتن در کار. شکر میگویم زندگی رو. موفقیت هم بدن، خیلی شب هایم بود، فراز هایم بود. شب و فراز های زندگی خیلی زیاد است. زندگی در کدام حالتی باشه نباشد وای خوب است، بد است، برای وای تلاش کردن در کار. اگر تلاش نکنید وای زندگی پیش نمی رود. این گوشه خانه بوده، این گوشه خانه شما مثل که کتابستان است، مثل که درگاه کتاب درمانی است. اینقدر کتاب است اینجا، یک باغستانی سبز، سیراب، مستی تپیش، تازه جوان. در همین شبها و فرازهای زندگی که گفتید، حتما که از کتاب دوام میجوید، هم در حالت فرهمندی و هم در حالت گرفتاری یا نه. و همین درمان یافتن رو از کتاب در کدام مرحله عمر آموختید؟ خوشتر دی کتاب در جهان یاری نیست، در غمکده زمانه غمخواری نیست. بله. و من از این 2 برابر زیادش رو در خانه برادر دیدم. در خانه برادرم حاکم عزیز از این 2 برابر و بسیار کتاب‌های اون که هست، کتاب‌های سطح جهانی بودن درست دیگه. بسیار هم سری کتاب میگن، هم سری علمی هم 20 کتاب 30 کتاب فرض کردیم از دیکنز همین کتاب موندگی بود 30 تا 1 2 3 4 تا 30 همون سری وای آبونه قطعی میگرفت همون کتاب ها رو. همین پدری من همگی صنف 7 تمام کردگی بود و من هر حالتی که تلویزیون نبود، یک رادیوی دیواری بود در دیوار میگفت. من نمیدونم صنف چند بودم، ممکن 4 بودم 5 بودم. 1 2 بار کتاب آوردم از کتابخانه مکتب، بعد وای
پدرم گفت که نه با من بخون. بخیر من با پدر خوندم، بعد معقول شد. بعد من با وی گرگلی میخوندم. گرگلی را آوردم، داستان‌های گرگلی را خوندم با پدر. بعد داستانی حاتم تویا خوندم. بعد سمک ایار هم خیلی خوندم. هم خیلی داستان‌ها پدر استاده گوش میکرد. همین خیلی قابلیتی خوبی گوشکنی داشت. ممکن که همین با خاطر پدر من اکی کتابخوان شدم که پدر یک چیز درست‌تر که یافته و خوانده و دادن در کل. کتاب این معرفگری ما با آینده ها هست. کتاب در همه حالت بازگو کننده همون زندگی یک نسل با نسل دیگر است. من تقریبا از سال 1999 رو با همین کتاب با قلم آوردم. اکنون با کتاب که بر وقت آوردم. خامه به دست گرفته. خامه به دست گرفتم با اندیشه و بار اول سالی همین 18 می سال 1999 بود که من یکمین بار همین خامه به دست گرفتم و همین یک چیزی گویا نوشتم همون رو و اون رو با استاد محمد جان میرزا شایف نشان دادم. با اون کس گفت که اکنون این رو چاپ نمیکنیم، اگر که خیلی همون را کمترک تغییر کنید و خیلی علاوه کنید یا همون خیلی شود از شما میبرایدم خیلی نویسند. شاگرد در حقیقت با اثرهای پرمضمون و شوق‌آورش استاد را به حیرت آورد. اطمینان کامل دارم که از زیر قلمش باز چکیده های عبرت آموز بابت تربیه معنوی نسل نورس انتشار می‌یابند. عبدالحمید صمد، نویسنده خلقی تاجیکستان. کودکی‌هاش در یاله ها و پشته ها، در کوچه و تنگ کوچه ها، با باقی بچه ها در پادجا پشت سر شد و بسا شیب و فراز ها را پیمودند کودکی‌هاش. رسوم زندگی راستی را آموختند کودکی‌هاش و کنون زندگی سرا اعتراف شده است ادیب. چندین سال پیش برای به عضویت اتفاق نویسندگان تاجیکستان پذیرفتنش توصیه داده بودم. شریف بیگ عزیزی با آفریدن اثرهای ماجرایی اثبات نمود که عین زمان یکی از ادیبان سرمحصول به شمار می رود. بختیار مرتضایف، نویسنده خلقی تاجیکستان. هم خواننده هستید، هم نویسنده هستید و هم کتابدار هستید. به نظر شما هر چیزی که به دست افتاد باید خواند برای رشد کردن و یا دانسته خوندن در کار؟ مثلا از همین کتاب هایی که شما در این کتابستان جمع آوردید، اگر خواننده به امید توجه بنماید، شما به حیث کتابدار اولین کتاب را برای مطالعه کردن به او خواننده کدام رو پیشنهاد میکردید که او باز عاشقانه خیلی زود به شما مراجعت کند برای گرفتن کتاب نوبتی؟ اکنون کتابخوانی وابسته به سن سال می شود. در هر سن سال خواننده خود چه دارد. با جز خواننده نویسندگان هم رویهشان هر خیلی است. یک چند نویسنده بسیار خوبی ما هستند که تاریخ نگار هستند و یا البته کتاب‌های تاریخی رو خواندنشون در کار از نگاهی بنده. کسی که اکنون اگر از کتاب نویسندگی همون سمت اگر نخونی و یا درست نمیفهمی و چون بنده با ددکتیو سر کار دارم، انا همینجا چقدر کتاب ددکتیوی هست اینجا همین خیلی هست. اینها یک 40-50 کتاب ممکن زیادتر باشه در همین همش همین ددکتیو هست. در همین ژانر نوشته شده. در همین ژانر نوشته شده است و من همین ها رو یگان تاش نخونده نمونده است. همش خوندم. اون چیزی که همین وابسته به ددکتیو هست فرض کردیم که همش خوندم. بعد جز اون که دیگر کتابا رو خوندم و من گفتم که برای یک صحیفه نوشتن حتما 100 صحیفه خوندن در کار. 100 صحیفه. و شما همین کار رو میکنید؟ البته. تا هنوز اصلا صفحه های کتاب همیشه از سرنوشت میگوید. با نظم اگر هست، با نثر اگر پیشنهاد میشود، حتما که در صفحه های کتاب یک زندگی انعکاس مییابد. سرنوشت یک انسانی هست.
نویسنده یک نفر انسان درباره انسان می نویسد و برای انسان نوبتی، برای خواننده می نویسد که به دست بگیرد، مطالعه بنماید و برای خود شاید رسوم زندگی راستین را دریابد. آیا نویسنده می تواند دعوا بنماید که رسالت او انسان سازی است چون از سرنوشت انسان می نویسد و یا انسان سازی فقط رسالت ذات پاک است؟ این اول سال و بعدی سال در همین مورد قهرمان کتاب شما هم انسان است، اما وقتی که در ژانر ماجرا می نویسید قهرمان آفریده های شما چگونه انسان است؟ انسانی که برای راست می رود، انسانی که سیاه را از سفید جدا می نماید، انسانی که پیوسته جنایت می کند و جامعه ضرر می رساند، انسانی که از کرده پشیمان است، انسانی که جزا می دهد. چگونه انسان قهرمان اثرهای ماجرایی شریف بیگ عزیزی است و آیا شریف بیگ عزیزی می تواند دعوا داشته باشد که رسالت او انسان سازی است؟ مقصد همین هست که در راه راست هدایت نمودنی همون خواننده. اگر خواننده را که نوشتگی ما به خواننده معقول می افتد نمی افتد اینا اکنون نمیدونیم. عموما فهمیدن دشوار است که همون فرض کنیم خواننده از کدام کتاب بهره برده است، ولی البته بهره میبرد. همه در هر چین نمود کتابی را که اگر به دست بیافتد بخونی در وی یک همون چیزی خوب دریافت کردن ممکن است. ادیب شریف بیگ عزیزی در برابر ایجادکار اصیل بودنش انسان خاکسار است. سالهای زیاد به ایجادیاتش توجه دارد، از بس که خود کارمند ملیسه بود. با این سبب لحظه های صادرشوی جنایت را با مهارت مخصوص به قلم داده است. شیرعلی موسی، نویسنده خلقی تاجیکستان. در نظر چون مجسمه نشاط و صداقت طلوع می کند نویسنده شریف بیگ عزیزی، زیرا به قلم کسی حسادت ندارد، جرمهای کسی را نمی شمارد، خوشبین است و آلگی فردای ادبیات را پیوسته حدس می زند. از مطالعه اثرهای نویسنده شریف بیگ عزیزی برمی آید که ادیب در ابتدا می خواهد خواننده را به شخصیت قهرمان ها، به خلق و خوی ایشان، به مناسبت بین همدیگری آنان و به مناسبت ایشان به شغلشان آشنا سازد و بعداً سر زدن جنایت را به رشته تصویر کشیده باز کردن آن را چون معما به میان بگذارد که چنین مناسبت نه در همه نویسندگان ددکتیو نویس ادبیات امروزی احساس می شود. نویسنده شریف بیگ عزیزی در اثرهایش مسئله های زمانوی، تربیه اخلاقی، مهمترین مشکل های اجتماعی را گذاشته، در چکیده هایش حالت های روحی و روانی قهرمان را تصویر نموده، در آبرازها و منظره های بدیعی بدیل و شعور خواننده تأثیر می‌گذارد و در باب شخصیت و جمعیت، آزادی و استقلالیت، وطن و وطنداری و خاصتاً در موضوع مبارزه به مقابل جنایت و جنایتکاری، ریشه‌کن کردن عملهای نامطلوب زمانه را به ترازوی عدالت می‌کشد که مضمون و مندرجه اثرهای نویسنده به شمار می‌رود. ظریف غلام، ادیب. نویسنده ماجرانویس چه خیلی است؟ نویسنده ماجرانویس پیش از همه با انسان‌های سر کار دارد که آنها قانون را اونقدر خش ندارند، با قانون اونقدر اطاعت نمیکنند و جزا میگیرند. انا همین است. من کسی که اثر ماجرا میگیرد و میدوند که همین عاقبت همین آدم میقپند و یکم همین جنایت کرده است و البته دستگیر میشه، جزاش میگیرد. اینا برای خواننده یگان دیگه نویگری نیست، ولی آن چی که نویسنده ماجرا با کدام راه همون آدم رو دستگیر میکنن، انا همینش برای خواننده مهم است. در اینجا نویسنده همچون شахمت باز کار میکند. نویسنده در سر تخته شахمات نشسته است و با نوبت دانه ها رو پیش میبرد. یک بار با نوبت همون دانه های سفید پیش میبرد. این گویا نقشی خیر
یعنی که نویسنده ماجرانگار در آفریده همه هست، هم مشاهده کار است، هم جنایتکار است، هم سفید کننده است و هم جزا دهنده است. جزا دهنده نیست. ما اون اثر رو تا با همون جای میگیم که همون جنایتکار کار دستگیر کرده میشد. من کنون نکن انا در جزا رو خواننده باید در اندیشش مطرح کنه. نه اکنون باید گویا که چه گوییم باید دستگیر کردن تا به همون لحظه دستگیر کردن شد. اکنون گویا که باید گناهشو به گردن میگیره تمام. اکنون اون جزاش اون طرف است. ولی هستن حاضر در غرب یک چند تا نویسنده هست که خب آنها جنایتکار رو دستگیر میکنن و بردا گفتن با محکمه میکشن، ولی باز همون خود جنایتکار اثبات میکنه که من گناه نداشتم. تا همین سالهای 60 اولهای سالهای 70 تا آخرهای سالهای 60 اولهای دتکتیو غرب در مو تماما نبود و یکی نخست این از غرب اومد. نپذیرفتن اول نپذیرفتن گفتن این از این گویا که تفکری خواننده سویتی رو این ویران میکند، ولی خواننده خودش میدونه که از همون خیرمن چی را بگیرد. بسیار معقول احتمال با خواننده افتید و اشغال شد. اکنون در دوام سالهای این اکنون 70 تا 80 یک بار چنان دتکتیو ها بسیار شدن که اثرهای دتکتیو جهانی رو از قبیل ژورژ سیمینون، آگاتا کریستی، چیز نویسنده امریکایی، خب اینها رو با مقدار با شماره 3 میلیون 100 هزار نسخه چاپ کردن در همون اساسیر سابق. و باز در اینجا دتکتیو های بلغارستان از لهستان رو چاپ کردن با شماره های گده 500 600 هزار. وقتی خواننده پیدا میکند این بازار است. و در همون سالها یک کتاب با نام سویتسکی دتکتیو چاپ کردن، 30 جلد چاپ کردن و اکنون خود دست داده که همین خواننده اثرهای دتکتیوی نهایت زیاد است و من گمان میکنم که این معناش چی داره؟ این معنی نداره که نویسنده دتکتیویست هدایت کند که به شما جنایت کنید. این همین چی است که وقتی که آدم میخوند وای خودش میفهمد که از همین کار پرهیز کردن در کار. این هم یک تربیه میشود. از همون لقمان حکیم پرسیدن که ادب را از کی آموختی؟ گفت از بی‌ادبان. چه خیلی گفت از هر چی که ایشان کردند به من پسند نآمد از آن پرهیز کردم. ما هم همینقدر. شریف بیگ عزیزی قهرمانان را طبیعی و صمیمی آفریده، عالمی باطنی آنها را به خواننده بازگو می‌کند. دیگر اینکه واقعات را به چشم سر دیده اطراف آنها تحلیل‌های خود را بیان می‌دارد و خواننده را هم به اندیشه وادار می‌سازد. سید احمد زردان، نویسنده. واقعاً سابقه نزدیک به 30 ساله در مقامات قدرتی باعث گردیده است که شریف بیگ عزیزی تجربه اندوخته‌اش را در آفریدن اثرهای ماجرایی خوب و دانسته و هوشمندانه و برجا به کار ببرد. در اثرهای شریف بیگ عزیزی چون در اثر خوب ماجرایی در برابر کاربرد تخیل همزمان آنچنان از دلایل واقعی استفاده می شود که خواننده واقعا هم حقیقت آن را در می یابد. شریف بیگ عزیزی رشته واقعه یعنی خط سوژه آن را با اندیشه گره می زند. مهارت نگارندگی خود را صیقل داده پی تألیف اثرهای جالب می کوشد و در حل موضوعها کامیاب می شود. سپهر حسنزاد، نویسنده. از همون قصه های بنده که از همون 11 قصه یک تاش همون کنج نگاه هست و از ژانر دتکتیو بیرون مانده است و من همین را نوشتم. به همونجا نوشتم که به خاطر هم پدرم مادرم به یاد مادرم نوشتم و یا راستگم به یاد پدرم من همون قصه جاسوس رو نوشتم چون اشتراکی جنگ بزرگ وطنی بود. اکنون من همین دو قصه را همین کنج نگاه رو به یاد مادرم که پدرم رو هم در اونجا خوش کردم. الان خواننده میتوند که از همون جلد پنجم در جلد پنجم اثرها همین قصه کنج نگاه هست. همین سرگذشتی خودی من پدر مادر من هست. زندگیش را ساخت با درد و عشق و احسان. رفیق شفیقش را انتخاب کردند
والدانش و او تب دلش آمد، زیرا گل اول بهار را می‌ماند با حضور پرمحتوا و با پنجه پرهنرش واقعا. با داشته و نداشته قناعت داشت. مرهمبر داغ و درد شوهر بود. در غم دو شاه پسر برمحل رفته از دنیا سوختند و افگار شدند هر دو، و اما باز شکرانه بوده ها گفتند و به فرزندها رسوم زندگی راستین را آموختند، تعلیم دادند، تربیت کردند. کنون در این مرحله با برکت عمر از حضورشان شکرگزارند و از مغز دانه ها، از هستی پرمحتوای نبیره ها بهره و نیروی تازه زیستن برمیچینند که زنده و پاینده باد این همروانی و زنده و پاینده باد انسان همزبانی. یکی از ویژگی های اسلوبی رمان های نویسنده در آن است که وی ضرب المثل و مقال و تعبیرهای مردمی را خیلی به موقع کاربست می نماید که به تصویرهای او آب و رنگ بدیعی و جذابیت خاص می بخشد. خصوصیت دیگری اسلوبی رمان های نویسنده در آن است که توسط مونولوگ های باطنی قهرمانان عمل و رفتارهای خود را تحلیل نموده خلاصه می برند. زبان رمان‌های ادیب ساده و روان و دور از تکلفات بوده. وی در تصویر منظره و اپیزودهای زندگی مهارت و لیاقت خوب دارد. شادی رجبزاد، نویسنده. اگر به گذشته می نگرید، در گذشته که گذشته ها دیگر گذشتند، چی کاری بود که کردید و خیلی افسوس می خورید که چرا کردید، و یا چی کاری بود که نکردید که باید میکردید؟ افسوس میخورم که درست با همین پدر و مادرم خدمت کردم نتونستم. میدونم که من کیو را خفه کردم. من حتی میدونم روز دیگه انا در ملیسا به خفه کنیم این انا هیچ امکانات نداره. هیچ کس نمیاد بگه که خیلی که من همین جنایت کردم. خیلی ممکن این دایره هم از دست ما گذشته باشد. خیلی ما آن کاری رو کردیم که خیلی انا با منفیت جمعیت باشد. این با منفیت جمعیت، ما به منفیت نکردیم این کارو. همین انا سخنی پست و بلند هم گفتگی هستیم انسان ها رو، چون که ما با انسان های سر کار داشتیم که آنها هیچگاه همین با قانون راست نبودند. من اگه بسیار دیر به ادبیات اومدم، من از سن 44 سالگی گفتم که از سال 1999 اینا از 44 سال بودم که بار اول قلم به دست گرفتم. این در حالتی است که رسول غمزتوف در سن 44 سالگی کتاب داغستانی من نوشته است. بله. یعنی همین 44 سالگی ما نوشتیم و همین تا با امروز گفتم بودم که 11 تا قصه، 15 تا رمان و یک حکایه نوشتم. من همین حکایه نوشته هیچ یاد نگرفتم. درست دیگه همین خیلی نه میگویم بعضن که یک حکایه تبیرشم میگم که همون حکایه نیست. نتونستم درست دیگه نوشتم. انا همین حکایه رو نوشتم شد درست یاد نگیرم. گویند هر دم غنیمت است، پس بایستی هر دم غنیمت عمر را قیمت دانست و هوشمندانه خرج بنمود. خوش به حال چهره نوبتی برنامه ما عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان، ادیب، نویسنده موفق در ژانر ددکتیو یعنی ماجرانگار شریف بیگ عزیزی که سعادت و نزاکت زندگی خویش را دریافت و با حضور پرمحتوا در فضای ایجاد تاثیرگذار آمد تا توانست ترغیب راستی و صداقت کرد. صداقت به زندگی، صداقت به شرف انسانی. پس خوش به حالش و باد و حلالش این سبک زیبای زندگی. چی گفته بیننده هوشمندی ما؟